اوکی صدا میگیریم. What the fuck؟ آقا ما امروز قراره که I didn't say hi. آها سلام میخوای بکنی؟ آره. Hi baby. Hi baby, it's Lani here. آقا یه ترندی شده بود بین best friend ها که میگفتن we listen and we don't judge. داستان چجوریه؟ داستان اینه که ما گوهکاریامونو به هم دیگه میگیم ولی حق این که هم دیگه رو قضاوت کنیم و نداریم. میدونی داستان اینه که اسم بازی اینه we listen and we don't judge ولی همیشه we listen and we judge. We judge. اوکی من چیزای دارک نوشتم. اوکیه؟ واقعا خیلی دارک؟ چقدر دارک؟ من دارکم. چیزی راجع به من دارک چی؟ Stop it. تو میخوای شروع کنی یا من شروع کنم؟ من حس می‌کنم تو شروع کن چون من همین الان نوشتم چون میخوام مطمئن بشم که فقط پرسونالیتی هامون چقدر فرق میکنن. نگاه تو نوت گوشیت نوشتی من نگاه تو چی نوشتی. اوکی. We listen and we don't judge. من روی مثل سگ کراش دارم و آرزومو از نزدیک ببینمش و آره دیگه آره نمیدونم چرا ببین به نظر من یه چیزی که من راجع به تو متوجه شدم اینه که دوست داری به خودت دروغ بگی و من حمایتت میکنم ولی من موهای سفیدمو دوست دارم نمیدونم چرا. We listen and we don't judge. I support you sis. به نظر من خیلی کیوته با مثلا دوست دارم بگیرمش مثلا اینطوری کنم که I don't know if I can say this. We listen and we don't judge. پسری تا حالا عاشقانه دست منو نگرفته اما من بیشتر از اونو تجربه کردم. یعنی چی با بیشتر از اونو تجربه کردم ببر؟ یعنی من بیشتر از اینکه دست یه نفر رو بگیرم فیزیکال تاچ داشتم ولی یه دست گرفتن رو نتونستم تجربه کنم تا حالا. ببین من واقعا دارم تلاش میکنم که الان You ho! Look who's talking. من بیشتر از اونو تجربه کردم. قسمت ما قضاوت نمی‌کنیم و هنوز باید رعایت کنم. خب قضاوتت کنم. You ho! خب چرا قبل از اینکه مثلا بخواد عاشقانه دستتو بگیره میذاری یه جا دیگه تو بگیره؟ Actually a valid question. واقعا I don't know مسئله اینجاست که واقعا فکر کنم اینو نمیدونی. خب و خواهشاً اون قسمت اینکه ما قضاوت نمی‌کنیم و رعایت کنیم باشه. We listen and we don't judge. من حدوداً یه سال کامل خب التماس اکسم کردم که بره سر کار خب ولی نمیرفت سر کار خب چون میگفتش که از نظر ذهنی نمیتونم الان کار کنم. بعد یه کار به جایی رسید که من نه تنها خرج خودم داشتم میدادم یه جوری خرج اونو داشتم میدادم از خرج اونم گذشت که دیگه داشتم قسطاشو میدادم و حتی اجاره خونه‌شونو میدادم. We listen and we don't judge. حداقل من دست کسی رو نگرفتم. I'm sorry. نمیدونم چرا این کاری کردم. میگن عشق آدمو کور میکنی. اتفاقا این بدی در مورد اینه که تو کوری تو کلا کوری میدونی بدون عشق هم کوری. Actually آره و الان اینا کم هم ندارم. So We listen and we don't judge. من 1.5 سال توی یه سیچویشنشیپ بودم که طرفو خیلی دوست داشتم ولی اون اصلا منو دوست نداشت. میرفت با اکسش بیرون با خیلی از دخترها لاس میزد. میگم کوره نه تنها کوره احمقم هست کرم هست ولی اون من قدیمی بود. اون من قدیمی بودم دهن منو باز نکن. الانم تو همچین شرایطی هستی. از یه سیچویشنشیپ اومد بیرون رفت یه سیچویشنشیپ جدید. بعد اون یه هفته من قدیمی بود نه اون یه هفته که تو سیچویشنشیپ نبود خیلی جالب بود. میگفت I would never let that shit happen to me again. من هیچ وقت اجازه نمیدم دوباره کسی همچین بلایی سرم بیاره. نه یا 7 روز اجازه نداد بچه ها. واقعا آره اتفاقا از اینجا هم داشتیم میرفتیم خونتون گفتم نمیدونم اصلا چرا باید اجازه بدم یه نفر همچین رفتاری با من داشته باشه من باید بیشتر قدر خودم بدونم. well 2 روز بعد
We listen and we don't judge. قطعا منو جاج کردی. من همیشه جاج میکنم عزیزم. آخرین باری که تو خودم جیش کردم پارسال بود. میشه بگم نستانش بگم سر بار خیلی نبود کامل جیش نکردم. خب داشتم خواب میدیدم. خب تو خوابم خیلی داری میخندی به من ها. تو خوابم تو خوابم رفتم دستشویی که جیش کنم. خب بعد اخواب پریدم. خب خیس نکردم تخت خیس نکردم. بذار بگم تخت خیس نکردم ولی جیش خیلی شدید داشتم. بعد سری بلند شدم برم دستشویی به دستشویی نرسیدم. زهر مار مگه قرار نبود قضاوت نکنیم؟ You ho. بعد Can I have a tissue? واقعا دستمال من شاید صورت و بدنم فیک باشه ولی آبایی که از بدنم میاد بیرون هیچ وقت فیک نیست. We listen. We listen and we don't judge. Yes. من وقتی بابام ازدواج کرد نمیدونستم و از پروفایلش فهمیدم. بهمون نگفت. بهم زنگ زد گفتش که پروفایلمون دیدی؟ گفتم نگفت. ببین من دیدم ازدواج کرد. ببین من تو رو قرار نیست قضاوت کنم. بابا تو میشه قضاوت کنم. He's probably watching this. Hi daddy. خیلی دارکه. Yeah. قرار نبود دارک باشه انقدر. یعنی چی من نمیدونستم؟ زندگی من خوشم میاد. یعنی چی من نمیدونستم؟ یعنی من میدونستم خانمو میشناختم. مادر خانمو میشناختم. من مادر خونم میشناختم دوستش هم داشتم ولی نمیدونستم ازدواج کرده. یعنی فقط میدونستم با همه. یعنی رفت ازدواج کرد عروسی کرد فلان بسار اینا بعد تو بچه‌شی دیگه تو نمیدونستی. قسمت دون جاجش چرا هست؟ We listen and we don't judge. من یه بار از یه پسره معتاد خوشم اومد و خیلی تلاش داشتم که ترکش بدم. I can fix him. نمیدونی که؟ نه اواخر که امسال. Do I know? آره تو هم میدونی. آره You guys این پسر شبیه یه فیلم بود. نه واقعا در مورد قیافش نظر نده خدایی. یه کارتون بود که موشا توی فاضلاب بودن. موشا پسر شبیه اون موش مرده توی فاضلاب. گم شو پسر خوشگل خوش فیس هیکل خوب خیلی خوب بود بچه‌ها. آره من اینطوری بودم که ارزششو داره. من تلاش میکنم که ترکش بدم. و بعد اکسشو دیدی؟ دارکه نه؟ آره خیلی we listen and we don't judge. Yes. من 2 سال پیش که ترکیه بودم خونم طبقه 14 بود و انقدر حالم بد بود رفتم اون سمت میله که پرواز کنم ولی یاد مامانم افتادم پشیمون شدم برگشتم داخل. چرا همه انقدر افسرده نگام کردید؟ I feel bad for saying. Bitch same. ولی منم توی این شرایط ذهنی بودم. چرا واسه همین انقدر با هم کنار میام؟ جفتمون نیاز داریم بریم تیمارستان. من جرأت اینو نداشتم. منم. تو هم ترسیدی؟ من رفتم حتی اون سمت. نه ببین من رفتم. نه من همین الانم من مامانم هم اینو نمیدونه. الان داره این ویدیو رو میبینم مطمئنم. البته خب من الان دیگه همچین چیزی در دسترسم نیست. میتونه الان با اگه یهو در دسترست باشه چی میشه؟ نه الان نمیخوام این کار انجام بدم. همه چیز الان خوبه. I'm happy that you're here. Yes. خوشحالم که این کار انجام ندی و خوشحالم که الان اینجا پیشمی. متوجه شدم اینه که دوست داری به خودت دروغ بگی. اگه من میمردم تو رو نمیدیدم. تو رو خدا انقدر دارکش نکن یا اول. We listen and we don't judge. من از تاریکی میترسم خب و هنوز با چراغ روشن میخوابم. I know that. ولی خب برای خیلی ها این بچگونه است. نه من واقعا تاریکی میترسم. جدا میترسم. نمیدونم چرا. اون خنده‌ای که کردم. We listen and we don't judge. اینو تو میدونی. یه دونه دیگر رو میگم. من تا قبلیه چی بود؟ تو رو خدا بگو. چی؟ من نمیدونستم اینو.
تو میدونستی، من همیشه بهت میگفتم دیگه. واقعی اویدنس داری ازش. من از بچگی تا الان حداقل 10 بار از معلمام سیلی خوردم. آره من خیلی تو مدرسه سیلی خوردم از معلمام. First of all شب واسه همین الان بدم نمیاد. ببین یه چیزی مگه غیر قانونی نیست؟ آره ولی انجام شد. میدونی بار اول که سیلی خوردم چه شکلی بود؟ من داشتم یه چیزی که رو تخته نوشته شده بود و مینوشتم، معلممون اومد داخل، بعد من با فاصله 1 ثانیه دیرتر از بقیه بلند شدم، یعنی اون اینجوری سری نوشتم، گفتم مثلا برپا بود، بعد یهو دیدم اومد جواب گفت نمیدونی بزرگترت میاد باید بلند شی. اگه من جای تو بودم میدونی چیکار می‌کردم؟ چه بچه خوبی بودی تو مدرسه. من کل مدرسه‌مو بولی شدم باری میگی. نه ولی بچه خوبی بودی. من از اینا بودم که اگر مثلا همچین حرکتی معلم رو من میزد، خب سیلی بک نمیزدم، مشت میزدم که مثلا دماغش بشکنه. اولین باری که من دماغ شکوندم 3 دبستان بودم. من 3 دبستان بود که تو مدرسه پسرونه بودی. واقعا فکر مدرسه پسرونه بودم. یه لحظه گفتی دخترم، سام گفتم wait a minute دختر. آره دختر. این یکی رو ننوشتم چون موقعی که اینا رو نوشتم این مسئله اتفاق نیفتاد. We listen and we don't judge. پسر آخریه که انم کرد خب و مثل سگ قلب منو شکون، حس میکنم اگه دوباره برگرده سمتم با آغوش باز قبولش میکنم. نفسای عمیق اون پشت شنیدی؟ واقعا حرفی نداری در موردش بزنی؟ هیچی؟ نه فقط منتظرم که اتفاق بیفته تا ببینی اقدامم چیه. اوکی به تو چه؟ به من خیلی چه؟ تو به من خیلی یاد چه کاری؟ We listen and we don't judge. من یه سری وقتا از خواب بیدار میشم میترسم مثل بچگیم باشم و این کسی که الان هستم نباشم. Like yeah. میترسم که مثلا همه این تغییراتی که اتفاق افتاده باشه مثلا ریورس بشه یا ببینم همه چیز همون قبلیه و واسه همین نمیدونم دقت کردی یا نه من همیشه از جلوی آینه رد میشم خودم رو نگاه میکنم چون مطمئن شی؟ آره نه شوخی داری میکنی؟ آره به خاطر اینکه ذهنی این شکلیم که وای نکنه من نکنه من میرم جلوی آینه این شکلیم که من هنوز خیلی خوشحالم که دوستمی. Me too. واقعا خیلی خوشحالم که دوستمی و خوشحالم که یه آدمی رو بالاخره من تو زندگیم پیدا کردم که از من روانی تره، از من تراماش بیشتره، از من بیشتر قلبش شکسته. نه دیگه واقعا یه دیگه داره بهم بگو. We listen and we don't judge. Okay. وقتایی که زنگم رو جواب نمیدی فکر میکنم ازم متنفری و واقعا گریه میکنم. اینو من میدونم. I know. اینو میدونم. And it's so bad. بعد مثلا بچه‌ها من دیگه یاد گرفتم تو دستشویی تو توالتم باشم دارم میرینم من روش دارم کار میکنم. مرسی. تو دستشوییم به خدا تو دستشوییم دارم کارمو انجام میدم گوشیم زنگ بخوره بعد ویدیو کالم میکنه. این تماس عادی هیچ وقت نمیکنه. ویدیو کال میکنه بعد اینطوری سلام کجایی کی هست چیکار میکنی؟ I don't do that. What do you mean? دفعه بعدی به خدا رکوردش میکنم. نه دیگه واقعا اونجوری نمیکنم. You are making me look like a sociopath. You are a sociopath. I'm not. I'm just a lost little girl. میدونم من اگه جوابش رو ندم گریه میکنه. قبل از اینکه گریه کنه یه 20 بار دیگه زنگ میزنه. بعد من باید یه لحظه جواب بدم بگم لنی جان من یه گوی دارم میخورم جواب نمیدم دیگه 40 بار زنگ نزن. خب بعد که قطع میکنن بعد میره 100 ترین آهنگ جهان رو پلی میکنه میشینه رو تختش. اوکی دیگه اینجوری نه. اینو یه بار انجام دادم. همین چند روز پیش اینطوری شد. دقیقاً اون اولین بار بود که من نشستم به خاطر اینکه فکر می‌کردم آخه ما یه مکالمه قبلش داشتیم. فکر می‌کردم به خاطر نظرم ناراحتی ولی من انقدر ایگنور شدم که مثلا یه جواب ندادن تو. بچه‌ها مرسی که به اتفاقات بد زندگی و دارک زندگیمون گوش دادید و